برای آدم عاقل الان یک دسترخوان خاک سارانه باشد، لیکن هم خیلی دل بزرگ داشته باشد، هم دلش هم بزرگ باشد. دسترخوان یگون شخصیت معلوم نمیکنه. اگر هم دسترخوان پر از نعمت الله داشته باشیم، یک اگر دلی بزرگ نداشته باشیم، چهره کشوده نداشته باشیم، یک انمون محبت به انسانیت نداشته باشیم، یگون دسترخوان پر او را نمیپشونه. بله. همین خاطر اگر یک تاینام باشه، با مهنت دست باشه، عزیزای خدا میگه که با پنجه خود موی سرت شانه نما، نه تکیه به خویش نه بر بیگانه نما، از نان کسی طمع نکن نان بتون، با نیمه نان خویش شکرانه نما. این هم قرق نان باشد، شکم سیر باشد، شکر کنیم بس است. هممون یک روز نه یک روز میمیریم، هممون چی شاه و چی کمبغل هممون یک روز میمیریم. یکی مهم انسان زیستن است. فرزندا را هم خیلی تربیت کردن در کار که پگه یک عمل کرد، یک از بگر رحمت به همون نفره که یک فرزند خوب تربیت کرد، امروز